مدافعان عشق. حالا که جنگ سوریه به پایان رسیده، به داستانهای اون روزها گوش میدیم. روزهایی که عشق حرم هر ترس و فکر مادی رو از این برادران میگرفت. آقا مهدی، یکی از این مدافعان عاشق، تو بیمارستان تهران از عشقش به حرم میگه. زخمی و خسته بود، اما چشمهاش پر از شوق نبرده. دوباره میگفت ما برای پول به سوریه نرفتیم، فقط برای عشق اهل بیت علیهم السلام. یکی دیگه از مدافعان، ایوزعلی، داستان رواییش از همه زیباتره. روی تخت بیمارستان با زخمی عمیق از جنگ، اما با لبخندی گرم گفت برای رفتن از همسرم اجازه گرفتم. اون گفت برو از حرم دفاع کن. حتی از شدت آسیبش هم بیقرار بود که مجدد پا به میدون بذاره. اون از لحظه نبردش تعریف میکرد. در میون جنگ ناگهان موشکی اومد و فکر کردم کمرم شکسته، اما دوستام کمک کردن و منو نجات دادن. این قصه فقط قصه ایوزعلی نیست، قصه همه اوناییه که به عشق حرم شب و روز نمیشناسن. این قصه عاشقیه، قصه زینبی بودن. اینها فاطمیونن. تا وقتی عشق باشه نامشون زنده است. برادران و خواهران افغان سالهاست که مهمون این سرزمین بودن. تلخی ها و شیرینی های ما رو لمس کردن و دوشادوش مردم ایران ایستادن. دستهاشون همیشه پر از تلاش، سفره هاشون پر از نون حلال. اسمشون که میاد از ته دل باید گفت اینها اهل عزتن، مرد میدون.